داستان دلمرنجان که زهر دل به خدا راهی هست. قسمت 16. آخرین دیدار. آخرین بار که دیدمت هنوز با تمام جزئیات در ذهنم نقش بسته است. چشمهای سرخ که از اثر استروک به فروغ شده بودند، اما هنوز رنگ اصلیشان از یادم نمی رود. قامت بلندت، چپن درازی که به رنگ سیاه تن کرده بودی، انگار سایه از غم را به دوش می کشیدی. درست کنار دروازه حولی بودم. وقتی آرام به سوی می آمدی، دستانت را بر گونه هایم کشیدی. هنوز گرمای آن لمس را حس می کنم. هنوز دردت را، ترست را، بیقراریت را حس می کنم. و آن لحظه ای که خواستی مرا در آغوش بگیری، بوسه بر پیشانیم بزنی، ولی صدای برادر مانع شد. وقت گریه نیست. نگاه معصومانت را هنوز به خاطر دارم. نگاهی که 1000 حرف در آن نهفته بود. نگاهی که انگار میدانست این آخرین دیدار ماست. تو رفتی به سوی درمان، به همان جایی که همیشه آرزو داشتم روز با هم در کوچه پس کوچه هایش قدم بزنیم. هندوستان، سرزمین رویاهای من. اما وقتی برگشتی، دیگر نه از چشمهای اصلیت خبری بود، نه از نگاه های پرمهر و صدای آرامت. وقتی دستم را روی صورتت گذاشتم، دیگر نرمی پوستت را حس نکردم. پوستت سرد شده بود، بی جان. و من برای اولین بار در زندگیم فهمیدم که انسان پس از مرگ واقعاً به تکه چوب میماند. بدنت کبود شده بود، نه از درد، بلکه از سرمای خانه ای که دیگر روح در آن نمی تپید. ای کاش می توانستم آن لحظه را دوباره زندگی کنم. محکم در آغوشت بگیرم، بوسه‌ات کنم، بی خیال قضاوت ها و نگاه ها، بی خیال آن که می گویند وقت رفت دلش را نسوزان. مادر عزیزم، تو رفتی و من در میان انبوهی از کاش ها گم شدم. کاش بودی، کاش هنوز صدایت در خانه می پیچید. کاش هنوز نگاهت پناه دلم بود. اما حالا فقط دفتر خاطرات است و اشکهایی که بی صدا روی کلمات می چکد.